لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله خالقنا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وفي رواية: ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف وعید. سروران گرامی و حضار محترم، در ایام تشریق و در ایام روزهای عید قرار گرفتیم. آیه 37 از سوره حج به حضور شما تلاوت شد. الله ذوالجلال در سوره حج که هم مناسک حج بیان می شوند، هم مناسک هدی و قربانی بیان می گردند که این هدی و قربانی در هر امتی بوده و در امت رسول الله نیز برقرار گردیده و ثابت مانده است. این سنت از زمان حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام شروع شده که هنوزم ادامه دارد و فرزندان مانوی حضرت ابراهیم علیه السلام این منسک را چه در منا و مکه و چه در همه کره زمین انجامش میدهند. خداوند میفرمایند که ولکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. میفرمایند که برای هر امت ما منسک و قربانی قرار دادیم تا که نام خدا را بر سر اون یاد بکنن که قربانی که ما میکشیم اول آیه را که تازه میخوایم اون قربانی را سر ببریم اون آیه را میخوانیم: ان صلاتی و نسکی، نماز من، قربانی من و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. و همچنین خداوند به پیغمبر احساناتی که بر رسول الله دارند، فضائلی که برای رسول الله داده اند، می‌فرمایند که این فضائل را از طرف الله دریافت کرده اید. فرائضی هم بر ذمه شما هست: فصل لربک وانحر. نماز برای خدا و قربانی برای خدا. از آیات مختلف علما این را برداشت کرده اند که قبل از نماز عید قربانی درست نیست، باید اول نماز عید را بخوانند و بعدا قربانی را بکشند. الله ذوالجلال در احادیث
مختلفی است که الله عزوجلال به کسانی که قربانی میکشند ثوابهای خیلی زیادی را عنایت کرده است. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند قبل از اینکه خون این قربانی به زمین بریزد در نزد خدا واقع می شود. و صحابه سوال کردند که چه ثوابی به ما می رسد؟ و روز قیامت این کاملا میاد و بر ترازو و میزان شما گذاشته می شود. با همه اعضای وجود خودش روی میزان شما گذاشته می شود. علما می گویند در این روز اگر یک کسی به 10 درهم گوسفندی را بخرد و قربانی بکند، این ثوابش بیشتر از 1000 درهم صدقه کردن همین پولی هست. و یکی از واجباتی که در نزد فقه حنفی واجب است قربانی هست و فضایل خیلی زیادی را دارد که ذکر شده برای اون. و در این آیه میاد خداوند میفرمایند، آیه 37 سوره حج، که لن ینال الله لحومها، به خداوند نمیرسد گوشت این قربانی، ولا دماؤها، نه خونش، ولکن یناله التقوا منکم، تقوا از شما به خدا میرسد. تقوا چیست؟ روایت را همیشه شنیدید که حضرت علی کرم الله وجهه الشریف میفرمایند که تقوا 4 چیزه. یکی الخوف من الجلیل، ترس از الله ذوالجلال. دوم والعمل بالتنزیل، عمل کردن به قرآن. و سوم والقناعت بالقلیل، اون روزی کمی که خدا به شما داده به اون قناعت بکنید و برکتش را بخواهید. و چهارم والاستعداد لیوم الرحیل، آماده باشید برای مرگ. این مرگ ما را میگیرد، هر روز باشد. تاریخ تولد ما در شناسنامه ما، در کارت شناسایی ما ثبت شده، اما تاریخ وفات ما ثبت نیست. شما شناسنامه خود را بردارید، تاریخ تولد خود را نگاه بکنید، روزش، ماهش، سالش اونجا ثبت. اما اونجا که صفحه وفات هست نگاه بکنید، همهش خالیه، نه روزش اونجا ثبت شده، نه ماهش، نه سالش. در انتظارش هستیم که کی اونجا فوتی ما بخورد. فلانی در فلان روز، در فلان ماه، در فلان سال وفات نمود و در جزء اموات فلان تاریخ قرار گرفت. به این علت حضرت علی می فرمایند که والاستعداد لیوم الرحیل، آماده باشید برای روزی که از این دنیا کوچ می کنید و می روید. ولکن یناله التقوا منکم، تقوا چیزی هست که همه انبیاء اون را داشتند. تقوا چیزی هست که همه صدیقین اون را داشتند. تقوا چیزی هست که همه صالحین و انسانهای خوب اون را داشتند. حضرت یوسف علیه السلام
بعض اون که پیروز می شود برادرانش به فضیلتش به برتریش اعتراف می کنند، اذعان می کنند. حضرت یوسف در سوره یوسف دو جمله دارد علت کامیابی خود را می گوید: و انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. هر کسی که از خدا بترسد و صبر و حوصله داشته باشد، خداوند مزدش را ضایع نمی کند. صبر در سه میدان هست. صبر در عبادت و اطاعت خداوند هست، و صبر دوری از معصیت و گناه است، و صبر در وقت مصائب و مصیبت و گرفتاری هاست. در این میدان ثلاثه باید انسان صابر باشد، در عبادت خداوند و اطاعت خداوند و دوری از گناه و در مصیبت. و به صابران خداوند مزد به غیر حساب میدهد. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تقوا چیزی است که خداوند از میان انسانها متقین را گرامی ترین گفته: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اکرم ترین شما در نزد خدا متقی ترین شما هستند. خداوند می‌فرماید این حیوانات، از شتر گرفته، از گاو گرفته، از گوسفند گرفته، حیواناتی که شما اینا را قربانی میکنید، کذالک سخرها لکم. خدا اینا را تابع شما قرار داده. شتر چندین برابر شماست، اونا میخوابانید، نهرش میکنید، سرش را میبرید یا نهرش میکنید، اون را میکشید. گاو را همونطوری، گوسفند همونطوری. حیوانات استادان جلوی شما بدون ترس و واهمه می روید، میارید اون را میخوابانید، ذبحش میکنید، و این قربانی برای خداست. فصل لربک وانحر. این برای خدا هست. و خداوند میفرماید که ولا ینال الله لحومها. گوشتش به خدا نمیرسد، خونش به خدا نمیرسد. ولکن یناله التقوی، ولکن یناله التقوی منکم. بعد میفرماید که لتکبروا الله علی ما هداکم. خدا را بزرگ بدانید اون چیزی که هدایت کرده شما را، هدایت دینی نصیب شما کرده. بهترین نعمت خداوند برای هر انسان هدایت راه خدا هست. در هر رکعت ما از خدا یک چیز را میخوانیم، یک چیز را میخواهیم و اون را میخوانیم: اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما را راهنمایی بکن به صراط مستقیم. صراط مستقیم کدام راه است؟ صراط مستقیم راه انبیا هست، راه صدیقین، راه شهداست و راه صالحین هست که اونا را خداوند به عنوان منعم علیهم، صراط الذین انعمت علیهم. این را از خداوند میخواهیم که ما را هدایت بکند، استقامت نصیب بکند، تا آخر ما را مستدام بر اون راه داشته باشد. لتکبروا الله علی ما هداکم. بعد میفرمایند که و بشر المحسنین. اونایی که نیکن اونا را مژده بده، اونایی که موحدن اونا را مژده بده
که اونا سبب نجات هستند. این محسنین را حضرت عبدالله ابن عباس به عنوان موحدین ترجمه می کنند. اونایی که موحدن، یکتا پرستن، نمازشان برای خداست، قربانیشان برای خداست، حیات و ممات خود را از طرف خدا می دانند. زندگی ما در اختیار کسی نیست، مرگ ما هم در اختیار کسی نیست. اونی که می کشد خدا هست، اونی که زنده می کند هم خدا هست. حضرت ابراهیم در مقابل نمرود گفت چرا برای من سرخم نکرده، چرا برای من سجده نکرده، کرنش نکرده؟ گفت من برای ذات کرنش می کنم، سجده می کنم، سرخم می کنم که یحیی و یمید، زنده می کند و می میراند. نمرود احمق گفت انا احیی و امید، منم این کار می کنم. گفت چطوری؟ گفت در هر روز چندین اعدامی دارم، هر روز چندین نفر را من اعدام می کنم، می کشم. این کشتن من است و تعداد زیاد را عفو می کنم و می بخشم. این زنده کردن من هست. حضرت ابراهیم علیه السلام دید که این جاهل هست یا متجاهل، یا جاهل از چیزی نمیداند یا خود را به جهالت زده. یکی جاهل است چی نمیداند، یکی متجاهله میداند اما خود را به جهالت میزند. منم این کار میکنم. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت ان الله یأتی بالشمس من المشرق، خداوند خورشید را از مشرق میآرد و به مغرب غروبش میدهد. فاتح بها من المغرب، یک روز این خورشید را از این طرف برعکس بگردان. تو که قدرت داری، خدا این کار میکند. قدرت الله این است که خورشید را از این طرف میارد این طرف غروبش میداد. اگر تو قدرت داری، تو به قدرت پوشالی خود مینازی، پس فأت بها من المغرب، از مغرب اون را بیار. فبهت الذی کفر، در سوره بقره. حیران شد اون کسی که خدا را انکار کرده بود، وجدان و انسانیت را انکار کرده بود. یکی منکر خدا هست، یکی منکر وجدان و انسانیت خودش هست. خودش هم میداند که چه کار میکند و که هست. حضرت موسی دلایل مختلفی را در مقابل فرعون نشان داد، ما اونا انکار میکردن. خداوند میفرمایند که در سوره نمل هست وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. کاملا میدانستند در وجود خودشان، در دل میدانستند که هرچی موسی میگوید، معجزات را که نشان میداد حق. نمیگویند جادو، سحر. واستيقنتها انفسهم، در حالی که یقین داشت نفس اونا، وجود اونا، وجدان اونا. حالا خداوند میفرمایند که لتکبروا الله علی ما هداکم، این هدایتی که خداوند نصیب شما کرده، خداوند به شما عنایت کرده، در مقابلش هیچ نعمتی نمیتواند بیاد و با اون برابری بکنه. هدایت بهترین چیزه. به این علت ما از خداوند در هر رکعات از نماز میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، که اون انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین باشند مطابق آیه سوره نساء. مسائل هستند اینا را میخوام بگویم. یک مسئله که در این روزا شما شنیدید و در بعضی از اخبار دیدید،
یک حماقتی بود که یک عراقی سوئدی اون را انجام داد. اصالتا عراقی هست و الان تابع کشور دومش سوئده. اون آمد و در مقابل مسجد مسلمانان روز عید قربان قرآن را آتش داد. فلا یعوذ بالله. و مسئولین کشور سوئد که جمعیت کشور سوئد 10 میلیونه، نزدیک به 600-700 هزار نفر مسلمان در اونجا هستن، مسجد دارند اونجا عبادت. اونا رو گفتن شما چرا از این گستاخ و گستاخانی که پیرو اون هستن جلوگیری نمی کنید؟ خود در جای ما آزادی هست و چون آزادی هست ما نمیتوانیم جلوی کسی را بگیریم که قرآن آتش میزند دیگه کاری میکنند. اما اینا بدانند این نمیتواند از اونا سلب مسئولیت بکن. این از اونا سلب مسئولیت نمی کنند. مسئولین اون کشور، سردمداران اون کشور باید جوابگوی جهان اسلام باشند. تکبیر! توهین به مقدسات را آزادی نمی گویند. توهین به مقدسات. امروز اگر یک مسلمانی بیاد همون توراتی که قرآن میگوید تحریف شده هست همون را آتش بزند، ما اون را مجازات میکنیم. تکبیر! میگه حق نداری شما به مقدسات گروهی که خود را پیرو تورات میدانند، کلیمی میدانند، شما بیایید و به مقدسات اونا توهین بکنید و تورات را آتش بزنید. ما اجازه نمیدیم که کسی انجیل را اگرچه 4 نسخه دارد، هیچ نسخه ای را ما اجازه نمیدیم که کسی آتش بزند. نه مسلمان و نه غیر مسلمان را اجازه نمیدهیم، بلکه اون را مجازاتش میکنیم. تکبیر! نمی شود که با قرآن که عظیمترین کتاب هست، خداوند متعال مهیمن علی الکتب گفته این را، این نگاهبان همه کتاب های آسمانی است، خلاصه همه کتاب های آسمانی است. ایمان ما این است که ما میگوییم کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. همه انبیاء را ما قبول داریم، همه کتاب های آسمانی را ما قبول داریم. یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. این ایمان ما هست، بس به اونام اجازه نمیدهیم به بهانه آزادی کتاب مقدس ما را بسوزانند. هر مسلمان با غیرتی که چنین افراد را در هر جا ببینند انشاءالله مجازاتش میکنند. تکبیر! و از کشورهای اسلامی ما میخواهیم همه کالاهای سوئدی را تحریم بکنند، سفارتخانه های خود را ببندند، سفرای این کشور را طرد بکنند و برانند. تکبیر! نمیتواند کسی به بهانه آزادی، یکی میتواند که با مادرش زنا بکند که من آزادم؟ کدام قانون اجازه میدهد؟ یا بگوید من زنا میکنم آزادم؟ اینه کی به اون اجازه میده؟ هیچ قانون اجازه نمیده. محرمات ادیان برای همه حرامن.
الان از حماقت آمده. تو اگر با یک مسلمان اختلاف فکری داری نباید بیاید به مقدساتش توهین بکنید. با خودش هر کاری داره اونجا اگر عداوت و کینه داره، اما نه به کتاب الهی. از این بهانه ای نمی شود که هر کسی بیاد و به مقدسات مسلمانان و یا سایر ادیان توهین بکند و این را آزادی بداند. این آزادی نیست، در هیچ جای آزادی مطلق نیست. در اونجا آزادی نیست که من آزادم مردم بکشم، من آزادم بیام خدای ناخواسته بلا تشبیه اعمال خلاف عفت را انجام بدم، من آزاد هستم. اون آزادی نیست. اون آزادی ما نمیدانیم، ظلم در حق دیگران میدانیم. آزادی شما اگر ظلم در حق دیگری بود اون آزادی نیست، اون ظلمه. ظلم را هیچ کسی در دنیا قبول ندارد. تکبیر! دروغ و کلاهبرداری و خوردن مال مردم را هیچ دینی اون را اجازه نمیدهد، هیچ آیینی اون را اجازه نمیدهد، هیچ قانون بشری هم اون را اجازه نمیدهد. همین قانونهای وضعیه که انسانها خودشان وضع میکنند اونا را در مجالس و غیره اینا مصوب میشوند، اونا اجازه ظلم و توهین را به هیچ کسی نمیدهد. تکبیر! در دنیا امروز هیچ کسی اجازه نمیدهد که کسی حق دیگران را ضایع بکند، بر دیگران ظلم بکند، بر دیگران ستم بکند، حقوق دیگران را بخورد و بعداً بگوید که بله من آزاد هستم. چنین آزادی را نه دین خواسته نه قوانین جهان خواسته. و مسئله دیگری که اینجا میخوام بگویم وقت تمام شده، مسئله بحران نان در کشور هست. در نماز عید بحران‌های مختلف را، بحران آب را، هوا را، غیره را همه را گفتم، اما یکی از بحران‌هایی که امروز در کشور ما به بحران تبدیل شده مسئله نان هست. صحبت میکنند از طرف وزارت کشور و استانداری ها که صفوف نانوایی را کمتر بکنید و در ایران ما اولین نیاز مردم نان هست. تکبیر! اولین نیاز مردم نانه. ما گفتم خیلی خوب کارتیش بکنید، هر کسی هرچی نان خواست به اون بدهی. کارتی شده الان هم نان نمیدهند. خود مسئولین هم حس کردند. در استانداری صحبت بود، جلسه چند روزه مهلت داده بود که مسئله نان را مسئولین نان اصلاح بکنند و الا ما تصمیم میگیریم. هنوزم اصلاح نشده. اصلاحش بر این است که باید نانوایی‌ها را تاکید بکنند که نان مرغوب بپزند. سابقا در روستاها مردم نان سنتی می پختند، یک تکه‌اش هم به زمین انداخته نمیشد، همه را می خوردند. امروز هر کسی می خواهد فقط کیسه آرد بگیرد و نانی را می پزد که به گفته بلوچا خدا باز کن تش وارتگا نبا. نانی را می پزند که خدا بسیارش بکند اما خورده نمی شود. این بحران نان مردم را حل بکنید، همونطوری که من گفتم. بحران درمان حل بشود، دارو حل بشود. دیروز یک تصادف کوچیکی در همین شهر شده بود، یک انگشتش صدمه دیده همون کسی که راکب موتور بوده و یک انگشتش میگه تا رفت ما این همون انگشتش این طرف اون طرف، چون نامش تصادف بود، میگه 3-4 میلیون بیشتر برای یک انگشتش هزینه شد. 3-4 میلیون بیشتر برای یک انگشتی که صدمه میبینه 3-4 میلیون هزینه میشود.
گفتم اون کسی که مریض می شود هیچی ندارد، فقط ما برای مردنش باید منتظر باشیم. بحران دارو، بحران نان، بحران‌های کشور، همه بحران‌هایی که الان به هر نام داریم اینا باید حل بشوند. و برای ما اصلا جایز نیست کسانی که مسئولن سرمایه کشور در دستشان است، برای اونا جایز نیست که 1 ریال ایران را بیرون از کشور خرج بکنند. تکبیر! هرچی از مال این ملت، هرچی از مال این مردمه، باید آبنان، نانشان، دارویشان، درمانشان و نیازشان باید برطرف بشود. و از مردم عزیزم من میخوام که با هم دیگر همدردی و همکاری داشته باشید. قربانی ها را کشتید، به دیگران هم انشاءالله کمک بکنید، به مستمندان کمک بکنید. کسانی که میدانید اونا قربانی نداشتن و در روز عید اونا دیگه را روی اجاق نگذاشتن چون هیچی نداشتن، و این انصاف نیست که ما بوی کباب اونجا برود و بوی دیگه ما اونجا برود و اونا فقط بوی را به مشامش به گفته سادی میگه غذایش کسی نمیدید، بویش را میدیدن. میگن طوری نباشه که بوی غذا به مشام دیگران برسد و اونا از این غذا بارمند نشوند. الله ذوالجلال همه مرا توفیق عمل بده. آخرین جمله‌ای که میخوام بگویم این است که در این روز از یک دیگر گذشت داشته باشید. اگر اختلافی هست و خدا ما را انصاف بدهد، اگر با کسی از کسی صدمه دیدیم یا صدمه نبوده صدمه حساب کردیم، امروز گذشت بکنیم که ایام عید ایام گذشتن، ایام صلحن، ایام سازش هستند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.